عزیز من. یک بار به اصل چهره واقعی دنیا را به دقت بنگرید. این دنیا و ماهیت دنیا را یک بار بیندیشید که دنیا مگر به چی کسی وفا کرده که به من و تو وفا بکند؟ این دنیا یعنی چی؟ این دنیا دلا این زندگی جز یک سفر نیست. دلا این زندگی جز یک سفر نیست، گذرگاه است و راهش بی خطر نیست. یک گذرگاهی است که به تعبیر حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، در دنیا طوری زندگی کن که مانند یک مسافر رهگذری باشی، یک رهگذری که مسافه های طولانی را طی میکند تا به مقصد خود برسد. در میانه های راه ابدا دل نمیبندد، در میانه های راه قبل از رسیدن به مقصد اصلی ابدا مقصد اصلی خود را فراموش کرده، در میان راه مصروف زندگی نمی شود، مقصد اصلی را به باد فراموشی نمی سپارد. تصور بکنید هدف ما رفتن به کابل است. اگر ما در بغلانی که رهگذر هستیم همه سرمایه خود را، همه زندگی و داشته خود را در همون جا صرف بکنیم، این مگر کمال حماقت و جهالت و نادانی نیست؟ الله متعال ما شما را برای معرفت خود آفریده. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انس و جن همه برای معرفت الله، برای عبادت الله آفریده شدیم. هدف ما بزرگتر از این دنیاست. این دنیای دون با این کوچگی و خردیش نمیتواند هدف یک مسلمان قرار بگیرد. عزیز من، ارزش مسلمان در پیشگاه پروردگار عالم به مراتب بزرگتر از این دنیای دون و از این دنیای رهگذر است. این دنیای گذرا، این دنیای بیوفا، این دنیای که بقا ندارد، ابدا هدف زندگی یک مسلمان با برنامه و با هدف شده نمیتونه. عزیز من، بنابراین زندگی من و شما، هدف زندگی من و شما چیزی دیگری است. به این خاطر شاعر میگه دلا این زندگی جز یک سفر نیست، گذرگاه است راهش بی خطر نیست. دلا فرزانگی کردن مهم است، خدا را بندگی کردن مهم است. چی مدت زندگی کردن مهم نیست، چی مدت زندگی کردن مهم نیست. چه بسا کسایی که عمر بسیار طولانی کردن، سالهای طولانی، 100 سال، 80 سال عمر گرانبهای خود را در مسیر ناراض کردن پروردگار عالم به صرف رسانیدن. ارزش‌ها، فرصت‌هایی که هر لحظه از این ارزشمند بود میتوانست خود را به الله تبارک و تعالی نزدیک بکند، میتوانست خود را نجات دهد، اما نداد. بنابراین کمیت عمر مهم نیست که ما چقدر عمر میکنیم، این مهم نیست که ما چقدر عمر میخوریم، چند سال عمر میکنیم. اصل مهم چیست؟ چگونه زندگی کردن مهم است. اصل زندگی است که ما زندگی خود را زیر رضای الله متعال مطابق برنامه های پیامبر صلی الله علیه و سلم و سنت های گوهربار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سپری کنیم. عزیزای من، این مهم است. بسیاری از اسلاف و گذشتگان ما در عمر کمشان چنان خدمات ارزنده‌ای را در اسلام و در مسیر مسلمین انجام دادن که تا دنیا باقی است اثرات ماندگار و جاودانه اینها
همیشه میماند. امام عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه 39 سال عمر دارد. 39 سال در این سن کمش به صدها کتاب نوشته کرده در علوم مختلف، در مسائل مختلف که امروز دنیای اسلام به نامش افتخار میکنه. سلطان محمد فاتح و سلطان محمد ابن قاسم ثقفی در سن 17 سالگیشان سرزمین های سند و سرزمین های ترکیه و استانبول را فتح میکنند و دنیای رشادت و رادمردی و بزرگی را در جهان اسلام در صفحات زرین تاریخ به نام خود ثبت میکنند. عزیزای من، مهم نیست ما چقدر عمر داریم، چقدر عمر باید داشته باشیم، مهم این است که ما چگونه زندگی میکنیم. ما اگر 100 سال زندگی کنیم مطابق سنت پیامبر و روش پیامبر و طریق اسلام سپری نشد، هر لحظه زی و بال جان است، هر لحظه زی سبب سقوط و نابودی ماست. چون در فردای قیامت یک از سوالاتی که می شود ان عمره فیما افناه، از عمر من و شما پرسان میشه که عمر را در کجا مصرف کردی، عمر را در کجا مصرف کردی. بنابراین شاعر میگه که چی مدت زندگی کردن مهم نیست، چگونه زندگی کردن مهم است. این مهم است که ما چگونه زندگی میکنیم مطابق فرمان الله و رسول، چه رقم میخوریم، چه رقم میپوشیم، از کجا مال میاریم، چگونه مصرف میکنیم. این مهم است عزیزای من. چو خواهی با صفا باشی و صادق، بجز راهی خدا راهی دیگر نیست. دلا با نفس جنگیدن مهم است، دلا با نفس جنگیدن مهم است. عیوبی خیش را دیدن مهم است. خطا باشد ز مردم عیب جویی، همیشه به دنبال عیوب دیگران. یا عادت به مرگ من و شماست، نه؟ در عیوب خود ما که میشه ما کور است، نابینا میشه، اما به عیوب دیگران که میشه، دیگران اگر عیب نداشته باشن هم ما برشان عیب میسازیم. همیشه قاضی زندگی دیگرانیم، همیشه جاسوسی زندگی دیگرانیم، همیشه در تلاش پیدا کردن نواقص و کمبودی های زندگی دیگرانیم. ملا علما از زخم زبان ما محفوظ نیستند، مسئولین از زخم زبان ما محفوظ نیستند، محاسن سفیدان از زخم زبان ما محفوظ نیستند. هر کسی که در سر راه ما قرار میگیرد به دنبال از او میافتیم، قضاوت میکنیم، عیب جویی میکنیم و مشکل تراشی میکنیم، مشکل زایی میکنیم. این عادت به مرگ ماست عزیزای من، در حالی که این اصل نیست. ما برای پیدا کردن عیوب دیگران پیدا نشدیم، ما برزی خلق نشدیم که همیشه به دنبال عیوب دیگران باشیم که فلانی چی کار است، چه رقم میگرده، چه رقم میپوشه. الدین النصیحه، اسلام دینه که ما به او باور داریم، قرآنه که ما به او باور داریم، پیامبره که ما به او ایمان داریم. این ما شما را به نصیحت، به خیرخواهی به این مسائل دعوت میکنه و فرمان میده. تعریف دین ما شما همین است، الدین النصیحه. افاده قصر میکنه، یعنی خلاصه دین نیست مگر نصیحت. ما به دنبال خیرخواهی برادران مسلمان خود باشیم، نه به دنبال پیدا کردن عیوب دیگران. این کمال نیست که ما به عیوب دیگران بیفتیم و فلانی چه کار است، چه کار میکنه، چه کار نمیکنه. همیشه در مجلس ما از دامنی فلان بکش، از دامنی فلان بکش. این کاری درست نیست عزیزای من. خطا باشد ز مردم عیب جویی، خطای خلق بخشیدن مهم است. مهمی است که ما از خطا و اشتباهات دیگران بگذریم. دلا در آشنا بودن مهم است، به مردم عشق ورزیدن مهم است. ملت دردمند
ملت خسته، ملت بیچاره، ملت پریشان و سردرگم ما که یک عمر در زیر آوارهای متعفن و بدبوی جنگ بزرگ شده اند، یک عمر زجرهای آوارگی و مهاجرت را کشیده اند، یک عمر زیر آتشهای سوزان و کشنده نفاق و شقاق زندگی کرده اند، زیر بارودهای سوزان و خطرناک و کشنده جنگ زاده شده اند. چقدر نیاز بر الفت و محبت و صمیمیت و عشق دارند. عشق، محبت، صمیمیت، برادری، اخوت، باهمی، همدلی، صادق بودن، دوری از منافقت، آن چیز که وضعیت کنونی ملت دردمند ما به او ضرورت دارد. عزیزای من، دست برداریم از منافقت و دورویگی، دست برداریم از دوگانگی و دوحالگی، دست برداریم از نفاق و شقاق، دست برداریم از کینه ها و کدورت ها و کینه توزی ها. بیاییم زیر بال مهر و محبت زندگی بکنیم، زیر سایه عطوفت و مهربانی زندگی بکنیم. والله قسم اخوت و برادری جز منفعت و فواید دیگر چیزی به ارمغان نمی آورد. عزیزای من، این مهم است که ما با برادر مسلمان خود، با خانواده خود، با همسایه خود، با شریک خود، با خانم و همسر خود همیشه دست محبت و مهربانی و دست عطوفت و عشق دراز بکنیم. به مردم عشق ورزیدن مهم است.